برنامه خبری رادیو آزادی است که چون همیشه در همین ساعت پیشنهاد می‌گردد همراه با شما در 15 دقیقه دیگر می‌بینیم که 30 آگوست در تاجیکستان و جهان چه می‌گذرد. جنجال در هواپیما. نزدیکان جوانی که هواپیمای مسکو دوشنبه را از راهش بازگرداند میگویند او بیماری روحی دارد. تربوز از بغل افتید. کشاورزان تاجیک نتوانستند امسال از پرورش تربوز درآمد بگیرند. امید داشتیم حاصل گرفتن شد. حاصلی پس یعنی با تا آخر رفته رسیدن تربوز اما هوا مساعدت نکرد. و کلی جوانان را به مکان معاصر فراغتی تبدیل دادند. کل زیبا است ولی بعضی نیازمندی ها را صرف نظر کردند. همین فقط یک کم بودی چه که همین حاجت خانه نیست و هم باید جای لباس عوض کنی. بعد و کودک‌ها مجبور میشن که با آب افلاس میکنن. مقامات تفتیشاتی روسیه علیه جوان 25 ساله تاجیک با اتهام افباشی در داخل هواپیما پرونده جنایتی باز کردند. دولت قدم افشامی 29 آگوست در داخل هواپیمای خطسیر مسکو دوشنبه جنجال برداشت. هواپیما مجبور شد که از نیمه رو به قفا برگردد. پدر دولت قدم در صحبت با رادیو آزادی گفت که پسرش بیماری روانی دارد و افزود 2 هفته پیش از مسکو برایش خبر دادند که وضع روحی دولت قدم خوب نیست. 2 سال خوند بعد و گفتن که تو گرجدانست و کم بعد لیوت میخونی و برای همین گرجدانست و مسکو آمد. انا ای پشت همین گرجدانست و شد خیلی نتونست شرایط و ایمان وزنی و ممکن فکر کرد و سرش این خیل شد و بپشه این خیل بچه چه نیست عرق و این خیل کورا نمیکنه. بعد همیجا نشون دادن که باز و ازادگیان خیل و روحان ویران میشد. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفتند هواپیمای اورالسکی اویالینی با تأخیر چند ساعته به دوشنبه رسیده است، اما از روی اتهامی که بعد دولت قدم اعلان شده است به او تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. امروز در یک همایش در دوشنبه موضوع خطر حزب ممنوع نهضت اسلامی به تاجیکستان را بحث کردند. تشبثکاران نشست گفتند می‌خواهند چهره اصلی این حزب را به غربیان نشان بدهند. به رادیو صوفی به همایش مذکور رفته بود. در یک نشست علمی عملی در دوشنبه که مربوط به موضوع تهدید و خطرهای حزب نهضت اسلامی به امنیت تاجیکستان بود، راه‌های جلوگیری از تهدیدهای این حزب در تاجیکستان ممنوع نامبر و پیشنهاد شد. در نشست همزمان با نمایندگان مقامات و کارشناسان، نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی دعوت شده بودند. تعدادی از نمایندگان سفارتخانه‌ها از جمله از کشورهای غربی و آمریکا به نشست نآمدند و پیشنهاد شد که محتوای این نشست به آن سفیران نیز رسانده شود. تشخیص و تحلیل ها باید در داخل کشور شود، نه از نظر و نقطه و نظری کبیری و چند مغریض و تروریست اکستریمیستی که خیانت کردند. در آغاز فیلم در مورد اقرار ایام‌الدین ستاری از بنیانگذاران حزب نهضت اسلامی درباره عملکرد و هدف‌های رهبران این حزب با زبان انگلیسی پخش گردید. هدف این نشست و نشر فیلم معرفی چهره اصلی حزب نهضت اسلامی به کشورهای خارجی از جمله غرب عنوان شد. با مقصد معرفی سیمای اصلی رهبران تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت و دست داشتن آنها به عملهای تروریستی در عرصه بین‌المللی با مساعدت نمایندگان دیپلماتیک تاجیکستان در دولت‌های اروپا، مقاله‌های تحلیلی با زبان‌های خارجی مخصوصاً انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی در واسطه اخبار عامه مخصوصاً رسانه‌های اروپایی بیشتر به نشر رسانده شود. در نشست تاکید بر آن شد که در نزد سفارت تاجیکستان در روسیه نمایندگی شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان تأسیس داده شود. همچنین در مکتب‌های عالی کشور در میان دانشجویان ملاقات انجام دهند. به خاطر نیکبین نمودن خارجیان نسبت به حزب خود، آنها در سفرهای پیوسته به امریکا و اروپا و آسیا حزبشان را دموکراتی و تحمل پذیر و جبر دیده نشان می‌دهند، ولی اکنون در همه جا از واقعیت خواستارهای این تشکیلات تندرو آگاهی کامل یافتند.
تعدادی از اعضا و رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در کشورهای اروپا و ایران پناهگاه سیاسی جسته از حمایت حکومت آن کشورها برخوردارند. رهبریت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعای مقامات تاجیکستان در مورد تروریستی و اکستریمیستی بودن حزبش را مدام رد می‌کند. همچنین ادعاهای با گروه‌های تندرو اسلامی ارتباط داشتن حزبش را بی‌پایه خوانده خود را قربان سیاست حکومت تاجیکستان می‌دانند. و حالا رو می‌آوریم به موضوع بحث‌برانگیز مربوط به سیم کارت‌ها. شرکت‌های موبیلی تاجیکستان از خدمات ضد نثاری و وزارت کارهای داخلی درخواست کردند که مهلت ثبت نام سیم کارت‌ها تا 1 نوامبر امسال دراز شود. این درخواست به نرخ سیم کارت‌ها دخل ندارد. قبلا شرکت‌های موبیلی به مشتریان خود تا 1 سپتامبر مهلت داده بودند که سیم کارت‌های زیادتی خود را قطع کرده و یا به نام آدمانی که حالا آن را استفاده می‌برند ثبت نام کنند. شرکت‌ها گفته بودند که این خدمات نیز از 1 سپتامبر مثل سیم کارت 250 سومانی خواهد شد. در گذشته در تاجیکستان یک نفر حق داشت چند سیم کارت خریده آن را برای استفاده به نزدیکان خود بدهد. حالا بنا به طرح پیشنهادی وزارت امور داخلی به کسی دیگر دادن سیم کارت از 2 تا 3 سال جوابگری خواهد داشت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. امسال سال تربوز نبوده است. کشاورزان توجیک شکایت دارند که از پرورش تربوز سال جاری تقریبا هیچ درآمدی نگرفتند. ساکنان در نوبت خود از نرخ کیهانی و مزه این پالیزی راضی نیستند. چرا تربوزی که سالهای پیش فراوان بود و نرخ نوچیز داشت کمچین و دستنورست شده است؟ همکاران ما از نستای شیوریم تحقیق نمودند. گزارش را کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. عبدالرزاق تربوزهای کفیده 2 هکتار زمین کشتش را نشان داده میگوید که امسال تنها 3 حاصل به دست آمد. همین طریق او امسال بی درآمد ماند و برای سال آینده از حساب قرض تخمی و دارو میخرد. چیکار کنیم؟ همین آب و هوا هم خیلی شد، تا روز کمتر آب میمانیم، هر چی میکنیم همین اوقاتا میتیم، همین چی میتیم همین. همه کشاورزانی که به پرورش تربوز مشغول بودند از حاصل کم شکایت دارند. آنها میگویند بنابر گرمای شدید پالیز نپخته میکفد. امسال تقریبا 1 ماه حرارت هوا در دشت‌های کشور از 42 تا 45 درجه گرم بود. نپرمیر همین 10,000 تن خل باشد 5,000 گرفتیم، 5,000 کفیده. ساکنان برای آنکه تربوز کفیده ویران نشود آن را خام جمع آوری میکنند و آن به طعمش تاثیر میرساند. چون این پالیزی نمیتواند شیرین و فایده بخش باشد. اما با این وجود نرخ تربوزها نیز به اصطلاح کیهانی است. یک تربوز میانه حالا در تاجیکستان تقریبا 2 دلار فروخته می شود، در حالی که قبلا از 1 دلار بیشتر نبود. زمینایی که ما تربوز و خربوزه شنوده بودیم اساسا ما بسیار تربوز کش کرده میشد. همه اون حاصلی گرفته شد. اون حاصلی که ما امید داشتیم حاصل گرفته نشد. حاصل پس یعنی با تا آخر رسیدن تربوز اما هوا مساعدت نکرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان باور دارد که به همین زودی ها تربوز در بازار بیشتر می شود و نرخ آن نیز پایین می رود، چون هوا نیز چندان گرم نیست و دوره جمع آوری حاصل هم نزدیک آمده است. برنامه را ادامه میدیم. در دوشنبه کل جهادان را بعد چند ماه ترمیم دیگر باره به استفاده دادند. باغ استراحتی معروف پایتخت از نوسازی شده و به مکانی معاصر فراغتی تبدیل یافته است. ساکنان دوشنبه از نمای نو باغ خوشحالند ولی به چند کمبودی هم اشاره میکنند. مولا رجب یوسفی گزارش میدهد. کل جوانان اولین باغ استراحتی در شهر دوشنبه می باشد که هنوز 78 سال پیش بنیاد شده بود. مقامات ماه نوامبر سال گذشته درهای آن را بستند و پس از 10 ماه و بعد پوره بازسازی آن دوباره درهای آن را باز کردند. تغییرات اصلی در باغ فرهنگی فراغتی تجدید شده کل جوانان که در نگاه اول به چشم می رسد دروازه منقش و راهرف‌های همواری با سنگ‌های آرایشی ترمیم شده است. تعداد درختان باغ کهنه را کنده اطراف راهرف‌ها گل و سبزکاری شده است. 1 سال بود که من نآمده بودم اینجا. من حاضر دیدم که همه چیز من ببینم آباد شده است، خوشروی شده است. همین یک وقت دادم اینجا میگشتیم این اینقدر جای ناآباد بوده، بی ترتیب و همه جای من اینجا لاتگاه همین چیزا ما میگشتیم که همین بسیار ناآباد جای بود. باغ مذکور را مخصوصاً برای آببازی دوست می‌دارند. حالا اطراف کل هم ترمیم شده، آبش مصفا به نظر می رسد. ویو هست برای
мусор партофтан, این چیزو скамейко هست. همین فقط یک کمبودیچه که همین حاجتخانه نیست و هم بعد جای لباس عوض کنی. بعد وای کودکا مجبور میشن که با آب افلاس میکنن. هم خدار آب تازه همین روز هم خیلی کودکا هم خیلی آبوزی کردن صاف خوشرو. با اینجا وای فیلتر هم داشته است. قایق‌های استراحت در کل هم نو شده، شمارهشان نیز به مراتب بیشتر شده است. برای کودکان خردسال یک گوشه برای بازی بنیاد شده است که رایگان است. پیشتر خیلی بود. بازیچه داشت، وای داشت، کاروسلا داشت، وای داشت. خیلی حاضرم سوز از پیشتر حاضر با نقصتر. من در باشه خیلی ممکن بیارم دمیجم وای کنم مونن خیلی و یگان کاروسلی دیگه. باغ فرهنگی فراغتی کل جوانان در مساحت 3.5 گکتر بنیاد شده، در آن 500 بیخ درختان سایه افکن و آرایشی را شینانده‌اند. تجدید و نوسازی این باغ ادامه یک برنامه نوسازی و بنیاد مکانهای استراحت و فرهنگی شهرداری دوشنبه است که تقریباً 1.5 سال باز ادامه دارد. در باغ حیوانات پراگ در یک مراسم ویژه نخستین فرزند خرس تاجیکی را نام گذاشتند. خرس بچه بعد 3 سال انتقال مادرش از دوشنبه به چخیا تولد شد. ماموریت باغ در انتخاب نام به نوزاد خیلی جدی مناسبت کردند. پس این پیراهن سحرناک موجودی عجیبی را پنهان کرده ایم. او داخل جامدان می رود. پرده را بکش تا عمل ما پنهان ماند. Matyáš, kupovat si ho. Jo, krásnej. Medvěd plaví. Děti. انا این خرسی ماست. رنگش از خرس‌های معمولی روشن‌تر است. صحبت کردن نمی‌تواند. و سال‌های شما های یا نه گفته می‌تواند. مراسم نامگذاری خرسک نرینک 1 ینوری همین سال از مادر تاجیکش در باغ حیوانات شهری هولوباک ندویلتا و جمهوری چخ به دنیا آمده است چنین متنتن بود. چون که تولد خرس بچه در شرایط اروپا که از وطن باباییش فرسخات دور است، برای مأموریت باغ جانوران آهرده واقعی نادر به حساب می رود. بنابر این هم در این مراسم چهره های از مقامات ولایت چخیای جنوبی حضور داشتند. ماه ایول سال 2015 گل و زهرا 2 خرس از نوع تیانشانی را از باغ حیوانات شهری دوشنبه آوردند. اولی همین سال از ارتباط خرسی از روسیه آورده شده آلای و گل تاجیکستانی همین خرسی نرینه به دنیا آمد. دوام تقریبا 9 ماه مأموریت باغ آهرده برای نوزاد خود نامی مناسب می جستند. رادیوی آزادی برای یافتن نام تاجیکی به آنها کمک کرد. با ما 25 نمود نام تاجیکی را برای انتخاب فرستادند. فکر کردیم نامی را باشد که به زبان اصل معنی داشته باشد و چخ‌ها آن را نفهمند اشکالی ندارد. یا چنین پیشنهادی هم بود که نام چخی بدهیم. در زبان روسی این خرس را تیانشانی می نامند. در هر کشور نام خاص دارد. میان زالاگ‌ها با نام ناخن سفید معمول است. ما تصمیم گرفتیم او را همان نام دهیم که در وطنش معمول است، یعنی ناخن سفید. همین طور خرسی از مادری تاجیک و پدری روس تولد یافته صاحب اسم تاجیکی شد و هزارها تماشابین باغ آهرده جمهوری چخ اسم او را با زبان تاجیکی ناخن سفید فریاد میزنند. و شهریار دامین ورزشگری توجیک در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی در اندونزی از روی قایقرانی صاحب مدال نقره گردید. این سومین مدال منتخب تاجیکستان در این بازی‌ها میباشد. از این پیش قهرمان المپیک دلشاد نظرов در گرزاندازی و قهرمان جهان اوید به سامبو بهروز خوجازاده در مسابقه گشتی کورش مدال‌های نقره به دست آورده بودند. ورزشگران توجیک در بازی‌های تابستانه آسیایی سر سال 1994 برای بار هفتم شرکت دارند. عموما در این مسابقات بزرگترین قطعی منتخب تاجیکستان تا حالا همگی 24 مدال گرفته است.
вақт рабаки соат поин омадани фурсати барнома имрӯзро нишон медиҳад. Ташаккур мегӯем ки то ба охир ҳамроҳи мо будед. То 24 соат дигар ки мо ба студия бармегардем. Аз вебсайти радиои озодӣ истифода кунед ва наворҳоро дар озодӣ видео ютуб бубинед. То барномаи баъдӣ, яъне то фардо, худо нигаҳбони ҳар яки шумо бинандаи азиз бошад.